شما میدونید اگر سلمان رشدی رو بکشید از 100 سال کار فرهنگی اثرش بیشتر هست. وزارت اطلاعات باید به امام جواب بده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شما پاسدار انقلاب اسلامی هستید، به پیغمبرتون حمله شده، نشستید اینجا که بهتون اجازه بدن برید خارج یا نه؟ برید کتابخونه ها رو منفجر کنید. شماها وقتی میگفتن که ما چند نفر میخواییم رو مین بره، شهید میخواییم بشن، شما یه مرتبه همه با هم میمدید جلو. خب شما راه بیفتید، کتابخونه ها رو آتیش بزنید، سفارتخونه ها رو آتیش بزنید، خودتون هم ممکنه صدمه ببینید. مگه در جنگ خودتون صدمه نمیدیدید؟ حالا شما 300-400 نفر شهید بشید، ببینید میتونید اینو بکشید، میتونید اروپا رو به هم بزنید یا نه؟ شما اگر بخواهید انقلابتون در دنیا به عنوان مرکز ثقل تمامی ایمانهای دنیا باشه، مرکز ثقل تمامی انقلابهای دنیا باشه، باید این رو بکشید.